دستگاه شما نیاز به تعمیر دارد. ما تشخیص رایگان ارائه می دهیم. بدون تماس تلفنی یا مراجعه حضوری، از در خانه‌تان تحویل می گیریم و برمیگردانیم. قبل از تعمیر پیش فاکتور می فرستیم و فقط با تایید شما ادامه می دهیم. ساده، شفاف و حرفه‌ای. لینک در توضیحات. در این ویدیو قصد داریم به شما آموزش دهیم چگونه کابل اصلی دستگاه ترمومیکس M6 را تعویض کنید. قبل از شروع اطمینان حاصل کنید که دستگاه خاموش و از برق جدا شده است. مرحله اول، آماده سازی. ابتدا ابزارهای مورد نیاز را جمع آوری کنید. شما به یک پیچ پوشتی مناسب برای باز کردن پیچ‌ها، یک کابل جدید و دستکش ایمنی نیاز دارید. مرحله دوم، باز کردن درب دستگاه. با استفاده از پیچ پوشتی، پیچ‌های اطراف درب را باز کنید. به آرامی درب را جدا کنید و به یاد داشته باشید که پیچ‌ها را در یک مکان امن قرار دهید تا در حین مونتاژ دوباره گم نشوند. مرحله سوم، شناسایی کابل آسیب دیده. پس از باز کردن درب، کابل اصلی را شناسایی کنید. این کابل معمولاً به منبع تغذیه متصل است و باید با دقت بررسی شود. در صورت مشاهده هر گونه آسیب، زمان تعویض فرارسیده است. مرحله چهارم، جدا کردن کابل قدیمی. کابل آسیب دیده را به آرامی از سوکت جدا کنید. دقت کنید که هیچ کدام از قطعات داخلی دستگاه آسیب نبیند. به یاد داشته باشید که این مرحله باید با احتیاط انجام شود. مرحله پنجم، نصب کابل جدید. کابل جدید را به سوکت متصل کنید. مطمئن شوید که اتصال محکم و ایمن باشد. پس از متصل کردن کابل، درب دستگاه را دوباره ببندید و پیچ‌ها را محکم کنید. مرحله ششم، تست دستگاه. حالا که کابل جدید نصب شده است، دستگاه را به برق وصل کنید و آن را روشن کنید. مطمئن شوید که همه چیز به درستی کار می‌کند. اگر در حین تعویض کابل با مشکلی مواجه شدید یا احساس می‌کنید که نمی‌توانید این کار را به تنهایی انجام دهید، می‌توانید از خدمات ما بهره‌مند شوید. ما خدمات تشخیص رایگان ارائه می‌دهیم و همچنین سرویس پیکاپ درب منزل داریم تا دستگاه شما را به سرعت تعمیر کنیم. پس از بررسی، پیش فاکتور دقیقی برای شما ارسال خواهیم کرد تا از هزینه‌ها مطلع شوید. امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد و بتونید به راحتی کابل دستگاه ترمومیکس M6 خود را تعویض کنید. با رعایت این مراحل می توانید از دستگاه خود به بهترین نحو استفاده کنید. دستگاه شما نیاز به تعمیر دارد. ما تشخیص رایگان ارائه می دهیم. بدون تماس تلفنی یا مراجعه حضوری، از در خانه‌تان تحویل می گیریم و برمیگردانیم. قبل از تعمیر پیش فاکتور می فرستیم و فقط با تایید شما ادامه می دهیم. ساده، شفاف و حرفه‌ای. لینک در توضیحات.